فصل زمستان موسم زمینه گذاشتن به حاصل سالی آینده می باشد. در این دوره باغداران و تاکپروران برابری یخابمانی و درآوردن نوری ارگانیکی بورشی نهالان را به انجام می رسانند که این اصول برای حاصلناکی نهالانی درختان میوه دهنده کمک همه‌جانبه می رساند. به شکل ضروری درختان بعدی به دوره آرامی رفتن درختان گذرانده می شود. یعنی باغپروران هنگام 70-80% ریختن برگ درختان می توانند به بورش و به شکل ضروری درختان آغاز نمایند. در این شب و روز به شکل ضروری را تنها در درختان تخمکدار گذراندن ممکن است. به شکل ضروری درختان در روزهای گرم باید گذرانده شود. اگر حرارت پست باشد درختان به کسیلی‌های گوناگون گرفتار می شود. به شکل ضروری یا بورشی درختان گوناگون می شود. یعنی در دوره از 1 ساله تا 5 ساله بودن آنها بورشی سانیتاری به تنظیم ضروری. در دوره 5 ساله و زیاده از آن بودن درختان بورشی جوانکنی درختان سالخورده و از حاصل مانده گذرانده می شود. مهلتی یعنی اپتیمالی بورش درختان در وادی‌ها گیریم اگر این از دوره آرامی رفتن یعنی بعد از خزان ریز شدن تا بیدارشوی درختان میباشد و در ناحیه‌های باغداری که باشد این اساساً در اولی بهار تا ورم کردن مخچه میباشد. با من تاثیر تغییرآبی اقلیم من بر وقت آمدنی نسبت هر سال بر وقت آمدنی بهار و نسبتاً گرم شدن هوا درختان رشد انکشاف درختان بر وقت آغاز شده. حالا الکی در اون نمودی میوه هایی که بر وقت گل میکنند و رمکنی مخچه ها بنظر رسیده شده است. از این لحاظ باید دهقانان این مهلت ها را سمناک استفاده بوده تا پوره ورم کردن مخچه ها امروز بورش و شکل ضروری درختان هم درختان میوه دهنده هم تاک و انگور را باید سری وقت گذرانند. در حالتی دیر ماندن این به یک چند پیدایش کسلی و حشرات و به مانند برآوردن شیلم و سوس شدن رشد انکشاف درختان آورده میرسانند. بورشی درختان در حرارت از 2 تا 5 درجه خنکی منع است. در نتیجه گذراندن بورش در حرارت از 5 درجه خنکی زیاد نوده های درختان یخ بسته در وقت بورش نوده ها کفیده آسیب می‌بیند. با آنها حشرات و تخم و حجیره های کسلی ها داخل شده تاثیر منفی میرساند که باعث کسلشوی و خشکشوی درختان میگردد. باغپروران پیش از آغاز بورش و به شکل ضروری درختان به نمود و شکل درخت فرقیت نوده های میوه دهنده و بی میوه اهمیت میدهند. در فیلالی انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزیجاتکاری ولایت گرمخانه برای پرورش قلمچی تک‌پیوندها به راه مانده شده. مسئولین ساحه بهره تامین شهر و نواحی ولایت با نهال‌های درختان میوه دهنده خوش‌صفت تدبیرجویی می‌نمایند. در این گرمخانه اساساً اون تک‌پیوندهای برای نیال‌های زردآلو، برای آلو، برای گویی میوه‌های دانکدار زیاد کرده شده است که ما میتونیم برای این نوع‌های بهترینی هم نوع‌های صادراتی برای استعمالی تر و تازه تعیینشون و هم نوع‌هایی که همین محلی که بهترین است برای خشک کردن یعنی از زردآلو خشک کرده به خارج صادرات کردن پیوند کنیم و از این باغ‌های زمانوی اینتنسیو سرمحصول بنیاد کردن ممکن است. یعنی خصوصیت این نیالو در اون است که ما من در باغ‌های عنعنوی اگر در بازخیمه 8 متر بین قطار 8 متر بین نهال یا دوده اگر 156 نهال رو اشتونده باغ بنیاد کنیم اگر با این نهال ها ما می‌دونیم با همه سخیمه 5 به 4 یعنی 5 متر بین قطار و 4 متر بین نهال ها در یک هکتار 500 بیخ نهال رو جایگیر کنیم. با توصیه باغپروران طرزی به شکل ضروری درختان خیلی گوناگون است. در جمهوری ما اساساً شکل‌های مقرری تیده شاخه، قبط به قبط، کاسه شکل و محور شکل و پالمتا گذرانده می شود. برای درختان باغ‌های میوه‌های دانکدار شکل قبط به قبط و کاسه شکل و برای درختان میوه دهنده تخمداری اینتنسیوی از حساب زیچ جایگیر کنی نهال‌ها محور شکل و پالمتا توصیه داده می شود. به شکل ضروری و بورشی شاخه‌های درختان یکی از عامل‌های مهمی نگاهبینی نهال‌ها و درختان میوه دهنده آرایشی میباشد. این روند به بهبودی و نشونما، حاصلناکی و زیبایی محیط اطراف مساعدت می‌نماید. باغداری یکی از ساحه‌های اساسی کشاورزی مملکت بوده در تامینات اهالی با محصولات غذایی و آماده‌سازی جای نوی کار سهمی نمایان دارد. آن به افزایش اقتدار صادراتی دولت برای تامین کارخانه کارکرد با اشیاء خام از جمله با میوه کمک همه‌جانبه می‌رساند.